که با من ملینا خیلی خیلی خوش اومدی. نمیدونی که دلم چقدر برات تنگ شده بود، چقدر دلم برات تنگ شده بود. امیدوارم که حالت عالی باشه، فوق‌العاده باشه. امروز قراره که خودمو میکاپ کنم. از همون اومدم گفتم که حالا یه میکاپی بکنم جلو دوربین و خط چشممو اگه تونستم بهتون آموزش بدم. حالا دیگه نمیدونم چون من هم معمولی میکشم، حالا باز همونا بهتون آموزش میدم. الانم دوتا آینه گذاشتم پیشم، یه دونه این برم یه دونه این برم آینه گذاشتم که خودم رو نگاه کنم، چون توی دوربین نمیشه دیگه. بعد نمیخوام دستم بگیرم آینه رو. همونجور که گفتم از همون اومدم گفتم حالا یه میکاپی بکنم. سنجاق دوتا سنجاق آوردم که موامو بزنم بالا. یه دقیقه صبر کنید. آدم سم آوردم که بخورم. دوتا سنجاق آوردم. امیدوارم خوب بشه موام الان. چرا شله اینقدر؟ دیگه خوبه دیگه. این برم هم بزنم. بچه ها یه دونه جوش در اومده، یه دونه اینجا. الان وقت مجلس شده، یه جوش مجلسی هم در اومده. هیچی نزدم به صورتم. خب بیاید که اول از این قرار است به من خورد کنه. به نظرم موام بدتر خراب میشه. میخوام ویدیو بگیرم بعدش. اینجوری بهتره دیگه. خب اول میخوام یکم مرطوب کننده بزنم. آدامس بخورم، یادم رفت آدامس رژیمی. از هم اومدم فقط یه دونه چیز زدم، لیپ اویل زدم به لبام که صورتم بیرون نباشه. یکم مرطوب کننده بزنیم. قراره که سری میکاپ کنم تا همین ویدیو دیگه خیلی زیاد نشه.
است که شماره اینم نداره بچه. پیشونیم کم بزنم. بیوتی بلندر آوردم، براشم آوردم، ولی با دست نمیخوام جوش بزنم، با دستمون چیز میکنم. بیوتی بلندرم هم اینجاست چرا کثیفه، هر کنم بشورم. چه خبر خوشگل، من چرا دارم همش آینه رو نگاه میکنم؟ توی کرم بود بزنم که تو نگاه کنم. چه خبر ها؟ دلم انقدر براتون تنگ میشه. عادت کردم اینقدر که هر شب دارم ویدیو میذارم. بعد خیلی دوست دارم که با هم حرف بزنیم همش. بعد نمیشه، من همیشه وای میستم که کامنت ها رو بذارید همتون، بعد بیام دونه دونه جوابتون رو بدم. خیلی دوست دارم که داخل تلگرام یه کانال بزنم، یه گروه بزنم، بیایید اونجا حرف بزنیم، هر شب حرف بزنیم. چون من واقعا کسی رو ندارم با این بیوتی بلندر کوچولو چیز میکنم، چون تازه باز کردم، استفادهش نکردم. خیلی دوست دارم که یه راه ارتباطی باشه که حرف بزنیم، چون واقعا یوتیوب که نمیشه زیاد حرف زد، فقط جواب کامنت ها رو میتونم بدم. ولی خب میتونم توی تلگرام حرف بزنم، یعنی همگی با هم حرف بزنیم. خیلی دوست دارم. حالا گفتم نظر شما رو بپرسم، حالا یه گفتم این کار رو کنم و شاید خوشتون نیاد. من چقدر سفید شدم ولی بیرون اینجوری نیستا، من چون اینجوری شده سفید میشم، یه همجا سفید نشون میده، سیاه میشم یه همجا سیاه نشون میده، چون واقعا رنگ نگاه کنید الان فرق کنه ولی بیرونی شکلی نیست. هم که میچرخه تو دستم. آره بچه اگه راضی هستید بگید من یه گروه بزنم، اونجا زیاد با هم حرف بزنیم، چون یه سری هستن واقعا انگار دوست من شدن، این دستم اینجا چکار میکنن. منم که دوست ندارم، بخاطر همین با شما الان خیلی دوست شدم، خیلی من نمیدونم چیکار کنم الان اینو، من واقعا اینجور نیستم الان.
گذاشتم بهم بگید که اگه راضی هستید گروه بزنم. بهم بگید که زودتر بزنم، فقط اونجا حرف بزنیم. آره اینجوری. خب دیگه نه، هیچ فرقی نکرد چون ابرامو شونه کرده بودم آخه. یه خانومی اومده، فکر میکنم یه نفرن یا 2 نفرن، نمیدونم. یه نفر اومده بود گفته بود که فکر کنم پریروز پیام داده بود، کامنت گذاشته بود، نوشته بود وای 22 سالته. من فکر کردم 40 سالت باشه. عجب. من نمیدونم کجای صورتم چروکی که واقعا این حرفا زده. یه چیزی هم بگم، من هنوز 22 سالم نشده بچه ها، هنوز نشده. حالا من باز زیاد گفتم 22. نمیدونم واقعا نمیدونم. اگه از صورت اینه، اینجا این خط لبخند و همه دارن، حالا واسه من بیشتره. من ناراحت نیستم واقعا، چون من هیچ چروکی ندارم داخل صورتم، اصلا ناراحت نمیشم چون میدونم از سر چیه که دارن این حرفا رو میزنن دیگه. خب بچه ها، نوبت رسید به خط چشم. اینجا دیگه باید آینه رو بگیرم دستم چون نمیتونم. ببینید 2 تا خط چشم دارم، یه دونه شونه، یکیشم که مایم فکر کنم. خب بچه ها، از خط چشم مایه استفاده میکنم. من گفتم اونایی که اولین بار میخوان خط چشم بکشن از این خط چشمای ماژیکی استفاده بکنن. حالا این واسه ابروه چون تیره بود، من اینو خط چشمش کردم، واسه ابرو گرفته بودم، مدل هاشوری انجام میدم. بچه های هاشوری انجام میدم اصلا حرف نداره، ولی واسه خودم دیگه خیلی وقت انجام نمیدم. قبلا هاشوری انجام میدادم با این ماژی که میکشیدم چون پررنگ بود. الان میخوام این خط چشم، من واقعا نمیدونم چجوری باید توضیح بدم. اینو مثلا اینجا آینه رو بگیرم دستم، من همینجا جلو دوربین میکشم، اینجوری میکروفونم میدم عقب، حالا صداش نیاد دیگه. الان کش نمیافته داخل چیز، شاید که این یه تیکه رو زوم کردم بچه ها، با برنامه زوم کردم. خب چون نمیتونم بیام جلو بکشم، این میز خیلی بزرگه نمیذارم. خیلی ساده اینجوری میکشم، یه دونه بالایی، خب یه دونه اینجوری میکشم بالایی، بعد گفتم از وسط چشمم یه خط نازک وصل میکنم به اون، همین. بعد گوشش رو هر چقدر بخوام مثلا ادامه میدم یا نخوام کوچیک‌تر باشه، همین. حواستون باشه که اگه کرم میزنید داخل چشمتون کرم نره، خب چون الان نمیدونم واسه شما شاید اینجوری نباشه، چون چشم من وقتی کرم میره چیز میشه، اشکم میاد، بعد خط
گوشه چشمامو کشیدم. ببینید میزونا الان توی دوربین چیزه. قشنگ یه دونه از این گوشه چشمم کشیدم به سمت بالا و بعد این وسطمونو وصل کردم به چیز. خب الان میخوام گوشه داخلی چشمم هم بکشم، بعد بریم سراغ ریمل. گوشه چشمم هم بکشم، گوشه داخلیشو. این که دیگه کار نداره، گوشه رو همون خطشو ادامه میدید دیگه. میکروفون جلو دست منه. تموم شد. حالا یکی چشمم بکشم. میبینید چقدر خوشگل شد. عالیه. خب اینم از خط چشم. الان باید موجهامو پاک کنم چون که خط چشم چسبیده بهش. باید پاک کنم. از این ریمل میخوام استفاده کنم. اسمش هم یادم رفته. شما خودتون فکر کنم بدونین چه ریملیه، چقدر کثیف شده. از این میخوام استفاده کنم. وای چقدر سخته بلینگ بلینگ کنم. من تون ریمل میزنم. ولی نگید چرا اینجوری ریمل میزنی ها. چون هم تایم ویدیو گرفته میشه، هم که خودم کلا از اول تون میزنم ریملو. بذارید با این آینه دستم بزنم. خب این چشمم رو ریمل زدم. موشهای پایینشم بزنم. بعد برم سراغ چشم سمت. بچه ها همیشه همه یه طرف صورتشون رو بیشتر دوست دارن. خب منم سمت چپ صورتم رو بیشتر دوست دارم، چون اینجوری میکنم یه حالت بدی داره. خب ولی وقتی اینجوری میکنم این سمت صورتم قشنگ‌تر میفته. حالا نمیدونم شما هم اینجوری هستید یا نه. موشهای پایینم رو کم میزنم. این از این. یکی چشمم هم بزنم بیام. نمیدونم چرا دور بزنم چون تایمش گرفته میشه. بچه ها ریملم هم زدم. نظرتون چیه؟ خوشگل شده؟ خوشگل شده؟ این جوشه کار رو خراب کرده. خب بچه ها میخوام سایه ابرو بزنم. الان قشنگ ژل ابرو که خوش شد نوبت سایه میشه. خب تیره یکم روشن‌تر. من حالا اون روشنه رو میزنم. روشنه خوبه یا تیره میخوره؟ مثل تیره رو بزنم. من داداشم استفاده میکنم. بعد این یه دونه براش خیلی کوچولو داره من، ولی با این نمیزنم چون خیلی کوچیکه.
شکل بدم، مثلا اینجای ابروم که خالیه اونجا رو میزنم، بعد آخرم یه دور اینجوری میکنم. حالا دیگه الان اینجوری یادم، فقط اونجای خالی، یا مثلا این گوشه ابرو. آدامس گذاشتم دهنم ولی یادم میره. تمرکزم از دست میدم. یه مو رفته داخل چشمم. اینجا بعضی از من نمیدونم چجوری میان ویدیوی میکاپ میذارن همش، بعد کلا 10 دقیقه 15 دقیقه میشه. من الان یه دونه این ویدیو میذارم، ویدیوی معمولی هم میذارم، 25 دقیقه میشه. خودم میرم همش کات میدم، ادیت میکنم تا میشه 20 دقیقه 17 دقیقه. وگرنه 1 ساعت بیشتر میشه ویدیو. بعد ویدیوی آرایش بیشتر از بقیه طول میکشه دیگه. بعد الانم که زیاد نمیتونم صحبت کنم، واقعا خسته شدم. من همیشه توی ابرو زدن و خط چشم زدن واقعا خسته میشم. خب یه کمی میخوام پودر فیکس بزنم، بعدش یه روش بزنم و تموم بشه. جلو میزنم، زود بزنم تموم شه، زود بزنم تموم شه. اگه کرم استفاده میکنید، اگه پوستتون چربه، پودر فیکس فوق‌العاده است، چون که هم چربی و چیز میکنه، پوستو مات میکنه، قشنگ چربی میره دیگه. بذارید من همون با آینه بزنم زودتر. من هر وقت که شیف میکنم یا ابروامو برمیدارم، فرداش جوش میزنم اونجا. بعد ابروامو مثلا بر نمیدارم بچه ها، فقط 2 تا دارم که اونم الان در اومده، نمیدونم معلومه یا نه در اومده. یه جوری میکوبم صدا میده. چند سری خواستم برای ویدیو سایه‌ای رنگی بزنم روی جوش. هر کار میکنی معلومه لامصب. نوبت رسید به روژ گونه. هیچ دیده نمیشه. چرا دیده نمیشه؟ یه دقیقه با یکی براش بزنم، براش خودش. الان یکم بهتر شد.
نمیدونم چی رفته داخل چشمم. من همیشه از این رنگ روشگونه استفاده میکنم. آخرش هم هرچی بمونه روی بینی میزنم. فکر میکنم زیاد زدم. بذارید آینه رو ببینم. نه زیاد نیست. خب بچه ها نوبت رسید به روش. من کلا این دوتا روش ها میزنم که دوتاش هم تقریبا هم رنگه. دوتاش هم رنگ. فکر کنم داره تموم میشه. اینو میزنم چون روشگونه هم تقریبا این رنگی بود. اینو میزنم. ای وای یادم رفتم اون چیز رو پاک کنم. بذارید لب بالام پاک کنم حداقل. دیگه اینقدر تایم ویدیو طولانی شده دارم همینجور میزنم. تمام کنم. یه دونه بخت مخورگیری هم گرفتم. برای سه‌شنبه. خوشگل شدم. خب اینم از این. تموم شد دیگه. چقدر خوشگل شدم من. چقدر کارا چی میکنی ملینا آخه؟ نگاه کن از نزدیک. اگه این جوشه نبود خوشگل در میشد به نظرم. نظرتون چیه؟ روشم هم یکم دیگه مادی میشه دیگه. الان زدن داده اینجوریه. خط چشمم هم که گفتم از این گوشه میکشم به سمت بالا. از این وسط هم یه خط نازک وصل میکنم بهش. اینم از ویدیوهای میکاپ امروز. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. میدونم که نتونستم خوب آموزش بدم خط چشمو. من فقط خواستم یه میکاپی کنم که میخوام ویدیوهای بعدی رو الان براتون با همین آرایش بگیرم. خب بچه ها چی میخواستم بگم؟ اگه کانال تلگرامم اگه خواستید میگم کانال چرا گروه اگه خواستید بهم بگید. اگه چند نفرم خواستن اوکیه. من گروه میزنم. بعدش اونجا دیگه با هم دیگه چت میکنیم. اگه امشب بگید من فردا شب که ویدیو بذارم لینک گروه هم بهتون میدم. خب اینم از ویدیو امروز بود. باید برم. نمیدونم چند دقیقه شد. چند بار ویدیو رو کات دادم. الان نمیدونم دیگه چند دقیقه شده برم ادیت بزنم سریع ویدیو رو براتون بذارم. بعدش برم سراغ ویدیوهای دیگه. پس تا یه ویدیوی ASMR دیگه با من ملینا. خدافظ خوشگلم. خدافظ.